عجب دیوانگی پا میکند، تو را از من تقاضا میکند. عجب دیوانگی پا میکند، تو را از من تقاضا میکند. و نیمه شب تو را میخواهد از من، عجب خواهش بیجا میکند. دل از دست یار به صد فغان است، ای وای دل من چه ناتوان است. دل از دست یار به صد فغان است، ای وای دل من چه ناتوان است. سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما رو بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوار هستم هر جای که هستین جور و صحت سلامت باشین و از شما بسیار تشکری میکنم از اینکه ویدیو رو بر دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ بسیار زیبا است از اکبر جان نیکزاد که به فرمایش یکی از دوستای ما این ویدیو آماده میشه. دوستای عزیز، در شروع ویدیو میخوایم از تمام شما عزیزان سپاسگزاری کنیم به خاطر حمایتتان از این کانال. اونایی که کامنت های زیبا میگذارن یک جهان سپاسگزاری میکنم از ایشان، برای که کامنت های زیبای از اونا برای انرژی مثبت میده و برای ما کمک میکنه که تا ما بهتر بتونم در خدمت شما عزیزان قرار بگیرم. لایک لطفا فراموش نکنین دوستای عزیز و همچنان یک تشکری بسیار خاص دارم از دوستای ما که ممبرشپ خریدن از این کانال و دوستای ما که از ما درس‌های شخصی و فردی میگیرن. امیدوار هستم که همه شما جور صحت و سلامت باشین و کسانی که میخواین درس‌های شخصی و فردی داشته باشن یا در درس‌های آنلاین ما اشتراک بکنن، لطفاً از طریق مسنجر یا از طریق زیر ویدیو برای ما میتونن کامنت بگذارن و ما میتونیم که در تماس شویم و درس‌ها رو منیج کنیم. میریم دوستای عزیز یک جای آهنگ شروع میکنیم. دل از دست یار به صد فغان است، ای وای دل من چه ناتوان است. دوستای عزیز، این آهنگ ما فکر میکنیم که یک آهنگ فولکلوریک و محلی باشه. اما این آهنگ اکبر جان نیکزاد خواندن و دوست ما فرمایش دادن، گفتن که آهنگ اکبر جان نیکزاد است. این آهنگ در فریجین اسکیل جوش شده دوستای عزیز، یا مونوتای راگ بهروی. ما اینا میخوایم که عزف بخونیم. یک بار اسکیلش هم اینجا آرو و افرو میکنم. ساری گما پا دانی سا سانی دا پا مگاری سا. دل از دست یار به صد فغان است، ای وای دل من چه ناتوان است. آهنگ از می اف ماینور کورد شروع میشه و آهنگ از گا شروع میشه. دل از دست یار به صد فغان است، ای وای دل من چه ناتوان است. اینمی تمام آهنگ از دوستای عزیز، یعنی انتره واسطایی نداره، ای کلش یک رقم است. عجب دیوانگی ها میکند دل، تو را از من تقاضا میکند دل. و نیمه شب تو را میخواهد از من، عجب خواهش بیجا میکند دل. یعنی امو یک رقم از دوستای عزیز. من یک 4 بیتی دیگر اضافه خواندم برای که زیادتر شما ببینین. اما امو قسمتی که گفتم دل از دست یار به صد فغان است، ای وای دل من چی ناتوان است، اونمو میلودی برای کلش از دوستای عزیز. و در قسمت از این که چه قسم ما آهنگار آرایش بتیم، یعنی مرکی که که اضافه کنیم گمک میندوی کاتکا اینا برای آرایش و فیشن آهنگا اگر شما خواسته باشین که یاد بگیرین، لطفاً به درسای شخصی و فردی آنلاین با ما با تماس شوین که در اون درسا باز ما سر فیشن و مقبولی و آرایش آهنگا کار میکنیم دوستای عزیز.
این ملودیش از دوستای عزیز که من انتخاب کردیم. شما میتونین هر ملودی که خودتون خواسته باشین انتخاب بکنین. ریتمی که یا آهنگ دایش خوانده شده 6-8 تایم سیگنیچر است دوستای عزیز. میریم و در دادره میدیوم اینا تمرین میکنیم. عجب دیوانگی ها میکند تو را از من تقاضا میکند. عجب دیوانگی ها میکند تو را از من تقاضا میکند. بنی من شب تو را میخواهد از من، عجب خواهش به جا میکند. دل از دست یار بسد فغان است، ای وای دل من چه ناتوان است. دل از دست یار بسد فغان است، ای وای دل من چه ناتوان